درود بر شما. آرایه تکرار یا واژه آرایی یعنی آراستن و زیبا کردن کلام با واژه. در واقع در آرایه تکرار واژه‌ای با یک معنی، تأکید می‌کنم واژه‌ای با یک معنی 2 یا چند بار در بیت یا جمله تکرار میشه. به این بیت دقت کنید. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. واژه خاک 3 بار در این بیت تکرار شده، پس این بیت آرایه تکرار داره. آرایه تصدیر در واقع همون آرایه تکراره، با این تفاوت که در تصدیر واژه‌ای که تکرار میشه 1 بار در ابتدای کلام و بیت و 1 بار هم در انتها میاد. کلمه تصدیر از ریشه صدر گرفته شده به معنی آغاز، مثل صدر کلام یعنی آغاز کلام. به بیت 3 دقت کنید. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. واژه آدمی در ابتدای بیت و در انتهای بیت تکرار شده، پس این بیت آرایه تصدیر داره. در آرایه تصدیر گاهی ممکنه واژه‌ای با فاصله 1 کلمه از ابتدا و انتها تکرار بشه. یعنی در ابتدای بیت ممکنه واژه تکراری دومین واژه باشه و در انتهای بیت هم 1 کلمه دیگه بعد از اون واژه تکراری بیاد که باز هم تصدیر رو برهم نمیزنه. به بیت 5 دقت کنید. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. واژه نماز با فاصله 1 کلمه در ابتدای بیت اومده و در انتهای بیت هم با فاصله 1 کلمه. پس این بیت آرایه تصدیر داره. نکته دیگه این که اگر در ابتدا و انتهای 1 بیت واژه‌ای تکرار بشه که به ظاهر تصدیر به حساب میاد، اما در وسط بیت هم باز همون واژه اومده باشه، دیگه آرایه تصدیر نیست و آرایه تکرار در نظر گرفته میشه. چون در آرایه تصدیر فقط ابتدا و انتهای بیت 1 واژه تکرار میشه. به بیت 8 دقت کنید. خیال روی کسی در سر است هر کس را، مرا خیال کسی کس خیال بیرون است. واژه خیال در ابتدای بیت اومده و در انتهای بیت هم البته با فاصله 1-2 تا واژه اومده، اما چون در وسط بیت هم خیال تکرار شده، این بیت دیگه آرایه تصدیر نداره و آرایه تکرار داره. آرایه اشتقاق واژه‌هایی که از 1 ریشه و 1 خانواده هستند در بیت یا جمله آرایه اشتقاق ایجاد می‌کنند. در واقع واژه‌هایی که از 1 ریشه هستند در قلمرو زبانی به اونها هم خانواده گفته میشه و در قلمرو ادبی و آرایه‌ها اشتقاق به حساب میان. به بیت 18 دقت کنید. ز مشرق سر کوی آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. واژه‌های طلعت، طلوع و طالع از 1 ریشه هستند، پس این بیت آرایه اشتقاق داره. با توجه به این توضیحات آرایه تکرار، تصدیر و اشتقاق رو در چند بیت بررسی می‌کنیم. در بیت اول گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. همونطوری که قبلا هم گفتم واژه خاک 3 بار در این بیت تکرار شده، پس این بیت آرایه تکرار داره. به بیت 2 دقت کنید. بدیدم حسن را سرمست می گفت بلایم من بلایم من بلایم. واژه بلایم 3 بار تکرار شده، من 2 بار تکرار شده، پس آرایه تکرار در این بیت دیده میشه. بیت 3 آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی. واژه آدمی در ابتدای بیت و انتهای بیت تکرار شده، پس آرایه تصدیر داره. علاوه بر این به خاطر وجود واژه عالم که 2 بار تکرار شده، آرایه تکرار هم در این بیت دیده میشه.
به بیت 4 دقت کنید. چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. واژه خوش در ابتدا و انتهای بیت البته با فاصله یک کلمه تکرار شده، پس این بیت آرایه تصدیر داره. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. همونطوری که قبلا هم گفتم واژه نماز در ابتدای بیت و انتهای بیت اومده، پس در این بیت آرایه تصدیر وجود داره. به بیت 6 دقت کنید. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. واژه خواب و خور در ابتدای بیت و در انتهای بیت البته با فاصله یک کلمه تکرار شده، پس این بیت هم آرایه تصدیر داره. بیت 7. ای جان 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 جان، ما نامدیم از بهر نان، برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا. واژه جان چندین بار تکرار شده، پس در این بیت آرایه تکرار وجود داره. بیت 8 رو همونطوری که قبلا هم گفتم، خیال روی کسی در سر است هر کس را، مرا خیال کسی که از خیال بیرون است. واژه خیال هم در ابتدای بیت و هم در انتهای بیت اومده، اما چون خیال در وسط بیت هم تکرار شده، این بیت آرایه تکرار داره. به بیت 9 دقت کنید. از در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دگر شدم. در این بیت هم آرایه تکرار وجود داره، تکرار واژه در و جهان. به بیت 10 دقت کنید. گل آن جهانی است نگنجد در این جهان، در عالم خیال چه گنجد خیال گل. تکرار واژه گل در ابتدای بیت و در انتهای بیت آرایه تصدیر ایجاد کرده و علاوه بر این تکرار واژه جهان و خیال هم آرایه تکرار رو به وجود آورده. به آرایه اشتقاق در بیت 18 دقت کنید. ز مشرق سر کوی آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. همونطوری که قبلا هم گفتم واژه‌های طلعت، طلوع و طالع از یک ریشه هستند، پس این بیت آرایه اشتقاق داره. به بیت 19 دقت کنید. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. واژه‌های فارغ و فراغت از یک ریشه هستند، در این بیت هم آرایه اشتقاق دیده میشه. بیت 20. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. واژه‌های انیس و مونس هم از یک ریشه هستند، پس این بیت هم آرایه اشتقاق داره. به بیت 21 دقت کنید. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. واژه‌های آسایش و بیاسایم هم از یک ریشه هستند، پس در این بیت هم آرایه اشتقاق دیده میشه. بیت 22. دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش، که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. واژه‌های رنج و مرنج هم از یک ریشه هستند، پس این بیت هم آرایه اشتقاق داره. بیت 23. من که باشم در آن حرم، که صبا پردهدار حریم حرمت اوست. واژه‌های حرم، حریم و حرمت از یک ریشه هستند، پس در این بیت هم آرایه اشتقاق وجود داره. به بیت 24 دقت کنید. ای دلیل دل گم گشته، خدا را مددی، که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. واژه‌های دلیل و دلالت هم از یک ریشه هستند، در این بیت هم آرایه اشتقاق دیده میشه. همانند شاخه‌ای پربار، سر به زیر و سرافراز باشید.